بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. هر که نزدیک خدا شد به شما نزدیک است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به روی ماهتون، هم نفسای یاد خدا. قبول باشه عزاداری هاتون. خیلی خیلی خوش تشریف آوردین به این یاد خدا که الحمدلله و المنه هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد ولی خدا، دردانه خدا، حضرت ابوالاحرار آقا امام حسین علیه السلام. بفرمایید یاد خدا. السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علينا الكبير، السلام على الرزي الصغير، السلام على الأبدان السليمة، السلام على العترة الغريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازهين عن الأوتاد، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به جبرائيل، السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المزام المستباح، السلام على المنهور في الوراء، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی ممنونم که دارین نگاه مهربانتون رو هدیه میدین به یاد خدا در شب 5 ماه محرم الحرام. شب 5 و 6 سال هاست که هیئت ها، تکیه ها، حسینی ها، از نگاه کلی از بالا نگاه کنیم، شهر و دیار و مملکت معیشی خانه اهل بیت یک دست سیاه پوش شده، رنگ و بو و عطر مدینه میگیره. گفتش که مرغ دل یک بام دارد، دو هوا گه مدینه می رود گه کربلا. قشنگ در این دو شب احساس میشه و الهی که زیارت ائمه بقیع آقای امام حسین مجتبی به طور خاص خیلی زود نصیب و قسمت هممون بشه. براشون گنبد و بارگاه بسازیم مثل همه گنبد و بارگاه هایی که شیعیان ساختن در همه جای دنیا، از جمله همینجا که برای فرزندی که با 3 واسطه به حضرت ابوالفضل عباس ابن علی علیه السلام میرسه، این گنبد و بارگاه با صفا ساخته شده که عاشقان و دلداده های
ائمه اطهار اولیای خدا میان زیارت میکنن، به آرامش میرسن، پناهگاه و مأمنی شده در همه جای دنیا از جمله کشور ما. انشاءالله بقیه هم هرچه زودتر امام زمانمون ظهور بکنن و برای ائمه بقیه امام حسین مجتبی گنبد و بارگاه بسازیم. و اینا نمادی است در واقع، در عمل و در بطن بتونیم امامانمون رو از غربت و مظلومیت خارج بکنیم با حاکمیت انشاءالله دولت مهدوی، و انشاءالله که باشیم روزهای قشنگ رو همه با هم تجربه بکنیم به برکت این شورها و شعورهایی که در مخصوصا محرم الحرام این شبها داره بیشتر نمود پیدا میکنه انشاءالله. خب عرضم حضور شما که با افتخار امشب هم خدمت حجت الاسلام المسلمین رمضانی عزیز هستیم. این آخرین شبی هستش که ما خدمتشون هستیم و میخوایم بحثمون رو پیرامون ترس و بیم که شروع کردیم و از دریچه جدید و زاویه نوعی نگاه کردیم به این موضوع جمع کنیم. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم، سلامت باشید انشاءالله. من هم شما تسلیم. محبت دارید، خیلی خوش آمدید. خوبین؟ الحمدلله که ممنونم. مخلص شما هستیم. سلامت باشید. خب رسیدیم به اینجا که یکی از اون جاهایی که شیطان خیلی به راحتی نفوذ میکنه و بیرا نگفتیم اگه بیشترین جایی که بگیم شیطان نفوذ میکنه از محل ترس ماست و ترس هم عموما ترس از آینده است که ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. اینا حالا یک سوال پیش میاد، شما فرمودید پس به آینده فکر نکنیم، در حال زندگی بکنیم. یادم افتاد که خیلی از توصیه های علما و عرفا هم مخصوصا اینه که آقا در حال زندگی بکنیم. یه سوال برام پیش میاد، این که حضرت امیرالمومنین به نظرم اگه اشتباه نکنم فرمودن که طوری زندگی بکن که انگار حالا زنده ای. این رو چجوری پاسخ میدین؟ بالاخره این فکر به آینده است و آیه جور مثلا حالا من با یه جوری زندگی کنم چون قراره زیاد زندگی بکنم پس براش برنامه داشته شما نمیدونم. اینو چجوری تبیین میکنین؟ و دو اینکه ما چجوری نترسیم از آینده؟ تمرینی به ما بدید، راه و روشی برای ما ارائه بدید، نسخه‌ای بپیچید، خیلی خوبه. زنده باشید انشاءالله. در رابطه با سوال اولتون که میفرمایید که در روایت داریم که طوری زندگی کن برای دنیات که گویا تا ابد زنده ای. آره. ببینید این روایت علت این که این به این شکل جا افتاده اینه که ما خالی و ذهن و خالی دل نمیریم سمت روایت. ما اول تصمیم میگیریم بعد میریم روایت رو میخونیم. در واقع ما میریم آنچه که بیرون از روایت و در عالم کفر، یعنی جدایی از اهل بیت، منظور من از کفر جدایی از اهل بیت، در عالم کفر پیدا کردیم رو وقتی به روایت مراجعه میکنیم آنچه که اونجا پیدا کردیم رو تحمیل میکنیم. بعد میگیم اینها روایت. و یا به نحو دیگه شاید اونجوری که دوست داریم سعی میکنیم روایت رو دریافت کنیم. در واقع ما در خدمت روایت نیستیم، روایت در خدمت ماست. آره دیگه. همین روایت رو ببینید. آیا منظور روایت اینه که یه طوری زندگی کن که تا ابد زنده ای؟ یعنی یه جوری ثروت جمع کن که انگار تا ابد زنده ای؟ یه جوری دنبال دنیا بدو که یعنی تا ابد زنده ای؟ این روایت اینو میخواد بگه؟ اینجوری برداشت میکنیم ازش. این روایت ادامه داره. بذارید با ادامهش با هم دیگه بسنجیم ببینیم واقعا همین معنا رو میده. آره. میفرماید اعمل دنیاک که انک تعیش ابدا. برای دنیا طوری زندگی کن که انگار همیشه زنده ای. و اعمل لآخرتک که انک تموت غدا. برای آخرت یه جوری زندگی کن که انگار فردا میمیری. معنای این روایت اینه که در امور آخرتی عجله کن چون وقت نیست. در امور دنیوی طوری زندگی کن حالا وقت است. آها، این نه که الان سری برو دنبالش، حالا وقت هست. ببین ما درست برعکس داریم. آفرین. من اگر بدونم که
یه هفته دیگه قراره برم مشهد، حالا وقت است چمدون جمع کنم. یه وقتی میگن آقا 1 ساعت دیگه باید بریم مشهد ها، دیگه وقت نیست، چمدون رو جمع کن سریع. میفرماید به امری که 1 قدم بعد از مرگ تو را آباد کرد اصلا فرصت تأخیر نده، و به امری که قرار نیست 1 قدم بعد از مرگ تو را آباد کنه خیلی عجله نکن. این رو باید اینو میخواد بگی. برای امور دنیایی بگو حالا از شنبه، شنبه هم نشد بگو حالا شنبه بعد، حالا میشه. ولی برای یه بار رفتم نشد، حالا میشه انشالله. ولی برای آخرت نمیگم الان. من فکر میکنم تو قسمت دوم باید جواب سوال دومتون که حالا ما چیکار کنیم، روش تو قرآن یک تحولی رو نسبت به ساحرهای حضرت موسی علیه السلام، 70 و چند نفر بودن دیگه، روبروی حضرت موسی علیه السلام سحر میخواستن بکنن. اولی که میخواستن بیان جلوی حضرت موسی علیه السلام واسن، رفتن پیش فرعون، گفتن ائن لنا لاجرا، به ما پول میدی؟ پولو برای چی میخوان؟ یک چیزی در آینده. فرعون گفت نه تنها بهتون پول میدم بلکه انکم لمن المقربین، شما پیش منید، هر وقت خواستید بیایید ملاقات من، با منید. اینا هم گفتن خب کسی که با فرعون آیندهش تامین. اومدن وقتی که بساطشون رو پهن کردن گفتن به عزت فرعون ما پیروزیم. قسمشون به شکست ناپذیری فرعون بود. این تو قرآن اومده. عجب. این تو قرآن اومده. حضرت موسی علیه السلام وقتی بساطشون رو جمع کرد، یه دفعه حس کردن که ما تمام عمرمون رو گذاشتیم در مورد چیزی که اصلا هیچی نیست. یه دفعه منقطع شدن از آینده. همون فرعونی که قسمشون این بود که به شکست ناپذیری قسم ما پیروزیم، اومد گفتش که شما ایمان آوردید، من دست و پاتون رو زبدری میبرم، به نخل آویزونتون میکنم. یه دفعه گفتن لا ضیره، هیچی نیست. شکست ناپذیری حاصل از این که آینده ای ندارم، من حال خوبی دارم و آیندم رو فرستادم به خدا، کم چیزی نیست که ما اینقدر راحت از کنارش بگذاریم. بهتره به این فکر کنیم که چطوری اینو به دست بیاریم و براش زحمت بکشیم. قاسم ابن الحسن ازشون میپرسن مرگ رو چگونه میبینیم؟ یه احلا من العسل، همینه دیگه. یا مثلا عبدالله ابن الحسن، این کودکان و نوجوانان تو این صحنه عاشورا همین درس رو به ما دارن میدن. دقیقا روز آزادی آدم بزرگ احلا من العسل دیگه. آره، همین الان و عشقه، همین الان پیش امامم. این که آینده الان چون پیش امامم، آینده‌مو تضمینه، نه ترسی نیست. الان چون به خدا وفادارم، خدا در آینده به من وفادار خواهد بود. خب خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم برگردیم و ادامه بدیم. با افتخار خدمت شما هستیم همچنان. بفرمایید. بالله خیلی خیلی ممنونم که هنوز دارین دل میدین به برنامه خودتون یاد خدا. این آخرین 7-8 دقیقه هستش که ما در 5 شب اول که خدمت آقای رمضانی بودیم تجربه خواهیم کرد و بحثمون رو انشالله به جنبندی میرسونیم. پیرامون ترس و بیم نسخه‌ای دارن برای ما آقا میپیچن که ما ببینیم چطور میتونیم تمرین بکنیم که از آینده نترسیم. بخدمت 3 نکته رو میتونم گذرا بگم. میفرمایید. یکی این که فکریه این تمرین اینه که همیشه از انتهای دنیا رو ببینن.
دنیا از انتها دیده بشه همیشه راست میگه، از این طرف دیده بشه همیشه دروغ میگه. جوونی فکر میکنی 50 سال عمر در پیش داری، شروع میکنه برات رنگی تعریف کردن، ولی وقتی با انتهای دنیا انس میگیری، دنیا هیچی برای دروغ گفتن نداره. طعم همه چی رو واقعی بهت میده. طعم ثروت وقتی یک قدم به مرگی، طعم شهرت وقتی یک قدم به مرگی. دنیا یک قدم به مرگ مغر میاد، همه چی رو راست میگه. لذا میگن وقتی زیاد شاد میشید یا غمگین میشید سریع به قبرستون سر بزنید. این یک. تمرین کنید همه چی از انتهای دنیا ببینید. دو، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ترساتون رو تجربه کنید گاهی اوقات. یک کمی تجربه کن انفاق رو همراه با ترس از فقر، نه فقر را، ترس از فقر، و ببین هیچی نمیشه. مولا علی علیه السلام فرمود از هر چی میترسی خودتو بنداز توش. یک بار انفاق رو همراه با ترس تجربه کن، بعد میبینی هیچی نمیشه، ترسات میریزه. یک بار شجاعت نهی از منکر کسی که فکر میکنی نونت دستشه تجربه کن، ببین نونت هیچی نمیشه. ببین هیچی نمیشه، ترساتو تجربه کن. اون جایی که خدا ازت میخواد کاری بکنی و ترسی از آینده داره میاد سراغت، تو با همون ترس تجربه کن، هیچی نمیشه. من یه مدت زیادی بود استخر میرفتم 4 متری، اون قسمت عمیقش نمیدم، میترسیدم. یه دفعه یکی ما رو هل داد، حالا بازم خودم هم نرفتم، یکی هل داد، ما رفتیم این ترس رو تجربه کردیم، تو دل ترس رفتیم، بعد دیدیم خیلی هم چیزی نشد، غرق نشدم، بالاخره دست و پای زدم جو خودم دیگه. از اون موقع به بعد دیگه ما شناگر شدیم. دقت کنید این تحلیل باید درست بشه ها، که من از لحاظ تحلیلی رسیدم به این که وظیفه‌م اینه. دقیقاً. ترسام نمیذاره، یه اب نداره، خودتو بنداز تو ترسات. مثلا منبر آماده داری ولی از جمعیت میترسی، اب نداره، خودتو بنداز تو درس، برو منبر پر جمعیت، نگران نباشی چی نمیشه. اینم دومی. بله. ترساتو تجربه کن. سوم که من عاشق این سومیم، مرگ رو تجربه کن. تحویل دادن دنیا رو تجربه کن. یعنی از دست دادن چیزایی که داری. چطوری؟ چجوری؟ نماز اول وقت. این رو به همه چی ترجیح بده. نماز اول وقت تمرین ترک یک جای دنیاست. خدا موقع اذان میگه منبری، پا منبری، زندانی، زندانبان، وزیر، وکیل، رعیت، هر کسی که بالا پایین، هر کسی، همه نقشاتون رو رها کنید، به صف وایسید. این تحویل دادن و رها کردن همه نقش‌های هستی تمرین مرگه. یه تمرین فوق‌العاده است. آدمایی که نماز اول وقت نمیخونن بد میمیرن. من اینو با روایت میگم، چون تمرین نکردن دنیا رو تحویل بدن. در تحویل دادن اصلی که عزرائیل علیه السلام میاد و مراعات هیچی ها نمیکنه، نمیتونن. نماز اول وقت تمرین گذاشتن کنار همه دنیاست، تمرین مرگه. من به نماز میگم مانور مرگ. مانور واقعی نیست اما برای نبرد اصلی آمادت میکنه. رزمایش میگن الان. آره. در رزمایش دشمنی نیست،
ولی آمادگی پیدا میکنیم. میگن این هواپیماهای جنگنده خلباناش هر چند وقت یه بار باید بپرن، حتی اگر جنگی نیست. اصلا خود همین نماز دست میاریم بالا، یعنی آقا همه چی کنار، میزنی به دهن دنیا. آره خدا. و حالا اول وقت خوندنش هم یه امام رضا علیه السلام فرمود می‌بینیم اون سلام آخر که میگه السلام علیکم و رحمت الله علیکم، به کی داریم سلام میدیم؟ سلام به شما. آره. به کی سلام میدیم؟ میگه به همه دنیایی که خداحافظی کرده بودی باش. سلام خونه، سلام زن، سلام بچه، من دوباره برگشتم. اینطوری ترک دنیاست. حرفی که میخواستم بزنم گفتم، اونی که نماز اول وقت نمیخونه بعد میمیره. هر جوری شده نمازتون اول وقت بخونید، هیچ ربطی هم به گناهاتون نداره. خدا همه گناهکارا رو هم موقع نماز صدا میزنه. گفت یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی مسجد نماز نخونید. خدایا تو روی این حساب کردی که عرق خورا نماز میخونن که میگی موقع مستی نماز نخونید؟ اینقدر مهمه که وسط میدون جنگ وای میسته به نماز، وای میستن تیر میخورن که امام حسین ابی عبدالله اون موقعی که 40 تا یار داشت 2 تا کشته داد برای نماز. عجیبه. یعنی این تبیین شما باعث شد من یادم بیفته که چرا به زینب کبری فرمود که نمازت منو یاد کن. آره تو نماز شب. چون زینب کبری وقتی میگه الله اکبر یعنی به همه این مصیبت ها و به همه این شرایط میگه ساکت. آره. و این خیلی آدم بزرگ. خیلی لطف کردین. زنده باشید. انشالله هر جا هستین در پناه خدا و اهل بیت باشین و ما رو هم یاد کنین. شما انشالله هم تو آسمونا جلوه کنین، هم تو زنده محبت مخلص زنده باشین. خیلی ممنونم. این آخرین شبی بود که خیلی لذت بردیم از فرمایشات آقای رمضانی عزیز. از فردا شب انشالله با افتخار خدمت آقای هدایت عزیز و نازنین خواهیم بود به مدت 5 شب. گفت که ارزن